خانزاد تویی؟ جانم در خدمتم. چه کمکی از دست من برمیاد؟ من صاحب بوتیک این سر کوچه‌ام. چیه؟ فکر کردی کت شلوار میتونه بزنه دست لباس اسپورت؟ یه همه میدونن آدمای خاص کت شلوار میپوشن که خاص میشه. همه میدونن هم لباس اسپورت راحت‌تره هم همه جا میشه پوشید. مگه نه؟ آره. پس بذار یه سوال ازت بپرسم. بپرس. الان به نظر تو یه دختر از پسری خوشش میاد که لباسش اسپورت باشه یا کت شلوار باشه؟ 100% اسپورت. الان مشخص میشه. خانم ببخشید من یه سوال ازتون دارم. بفرمایید. شما ترجیح میدین پارتنر آیندهتون لباسش اسپورت باشه یا کت شلوار؟ کت شلوار. بفرمایید خریدتون. مغزم داره سرویس میشه. چه جوری این همه رو کت شلواری کردی تو؟ خیلی ساده است. من اینجا توی خانزاد یه دست کت شلوار و پیرهن و یه جفت کفش و کمربند و عینک و ساعت و اتکلون و کیف پولو میدم 1,490. چی؟ میخوای امتحان کنی؟ الان نظرت چیه؟ معجزه کردی آقای خانزاد. خیلی شیک و راحته. چه پسرای خوشتی. منو نگاه.